السلام عليكم گاهی هم ادبیات می‌کنید سرمایه گذاری حالا همون رو هم باید اشتباه انجام بدید. سرمایه گذاری رو به جایی که در تولید ببریم خدای ناکرده به خرید سکه و دلار و دلاربازی اون کار نداره. ولی اهل بیت به ما یاد دادن اونی که رزق و روز افزون میکنه شکر داشته های مالی به هزینه کرده درسته. حضرت فرمودن زرنگ باش وقتی انتظار داری خدا به روزی